وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین و بعد. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم همیتون هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. البته باز هم الله متعال را سپاسگزار هستیم که بعد از یک فرصت نیمه طولانی برایمان فرصت عنایت نمود تا بار دیگر با قسمت جدید برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته مثل همیشه باز هم استاد سلیمانی عزیز را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های گرم و داغ خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. البته علت این وقفه نیمه طولانی که باعث شد ما وقفه داشته باشیم برای در میان برنامه زلال ایمان که چند هفته است ما نتونستیم برنامه داشته باشیم. البته مقصر من نیستم، این که کی از شما خودتان پی ببرید که کی است. البته من نیستم. حداقل سلام عرض میکنم خدمتتون جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم هر کجا هستند توفیقات روزافزون الله متعال قلیل راهشان باد و آمین. بالاخره بینندگان خودشون قضاوت کردن دیگه مقصر کیست و من پوزش می‌طلبم از عزیزان بیننده به خاطر اینکه در هفته‌های گذشته نتونستم خدمت عزیزان برسم و یک دو هفته‌ای که بالاخره معذرت خواسته بودیم جلوی بینندگان که نمیتونم بیام و یکی دو باری هم من به خاطر مشکل جسمی نتونستم کسالت جسمی که جلوی دوربین حاضر بشم. امیدوارم که انشاءالله در هفته ها و ماه های پیش رو توفیق الله متعال نصیب راه ما باشه و با یاری از الله متعال این حکایت تکرار نشه و انشاءالله دیگه به صورت مستمر بتونیم که در هر هفته در خدمت عزیزان باشیم انشاءالله. تشکر، سلامت باشید. البته معذرت را من میپذیرم، به امید این که بیننده های عزیز نیز بپذیرند. بینندگان عزیز، البته در برنامه زلال ایمان شما آشنا هستید که ما به ارکان ایمان پرداختیم و وقتی که نوبت به 3مین رکن از ارکان ایمان رسید رویش صحبت تفصیلی کردیم. ما داشتیم در مورد اعجازهای موجود در قرآن کریم یا انواع و اقسام اعجاز در قرآن کریم صحبت می کردیم. در آخرین قسمت برنامه زلال ایمان که ما از اعجاز قرآن کریم صحبت می کردیم، اعجاز عددی قرآن کریم بود. در این قسمت البته با نوع دیگری از انواع اعجاز موجود در قرآن کریم خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت روی اعجاز تاریخی قرآن کریم صحبت خواهیم کرد. جناب استاد اینطور هست؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بله، همونطور که شما اشاره فرمودید در ادامه مسیر برنامه‌های گذشته و بررسی بحث رکن دیگری از ارکان ایمان، موضوع ایمان به کتاب الله متعال و به صورت خصوص باز موضوع بحث قرآن کریم ما موضوعات رو باز کردیم در بحث اعجاز قرآن کریم و گفتیم که اینها بالاخره نشانهایی است بر حقانیت قرآن کریم و دعوت رسول صلی الله علیه و سلم که الان در قرآن کریم موجوده و به هر حال ما مشاهده می‌کنیم و من جمله اعجاز تاریخی است. درست. وقتی که صحبت از اعجاز تاریخی میشه، هدف از اعجاز تاریخی چیست؟ اعجاز رو که خب ما خود شناخت کلمه اعجاز تاریخی به ما کمک میکنه که ما ببینیم که ما چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. درست. دو کلمه داریم، یکی اعجاز و یکی دیگر تاریخ. بله. بحث اعجاز وقتی که صحبت از اعجاز هست، قبلا هم اشاره کردیم که موضوع یعنی آن چیزی است که
آن فعلی است و آن عملی است که انسان‌های عادی از انجام اون عاجزند، از عجز گرفته میشه. و یعنی که وقتی قرآن کریم میاد درباره یک موضوعی صحبت میکنه و یک موضوع رو مطرح میکنه و در حالت عادی یک انسان معمولی بدون ارتباط با الله تعالی، بدون ارتباط با قدرتی که الله متعال از طریق وحی به او میده و علم الله متعال نمیتونه، امکان نداره مثلا صحبتایی بکنه، چون هرچی ما معادلات رو کنار هم میگذاریم و شخصیت رسول صلی الله علیه و سلم رو که ما در این باره هم صحبت‌هایی داشتیم عنوان پیش زمینه دخول در بحث ایمان به قرآن کریم، وقتی کنار هم میگذاریم میبینیم که نمیشه، امکان نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 1400 سال پیش در جزیره العرب صحبت‌هایی کرده باشه بدون اینکه ایشون، ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن نمیدانستن، حتی تا لحظه وفاتشون بعد از نبوت هم 23 سال بعد از نبوت هم و پیش هیچ کسی هم درس نخوانده بودن. یعنی با اینکه تاریخشون و زندگی نامه ایشون برای ما اظهر من الشمس است و واضح است و برای حتی مشرکین قریش واضح بود و زندگی قبل از نبوتشون، زندگی بعد از نبوتشون همه ثابت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن نمیدانستن و حتی مطالعه به این عنوان که برن دانشگاهی درس خوانده باشن، پیش استادی درس خوانده باشن، استادی داشته باشن که برخی از علوم رو به اونها یاد داده باشه نداشتن و حتی علومی بود که اصلا خود عرب هم، قوم رسول صلی الله علیه و سلم هم از اون آگاهی نداشتن، چه برسه خود رسول صلی الله علیه و سلم حتی درس خوانده ها و تحصیل کرده، حالا به تعبیر امروزی ما خود قوم هم و عرب هم از اینها اطلاع نداشتن. و برخی از علومی بود که اصلا برخی از حقایقی که در کتاب‌های گذشته مثل تورات و انجیل با وجود اینکه تحریف‌هایی در اون صورت گرفته بود به دست برخی از علمای یهود و نصارا که اونها هم با دشمنی که با رسول صلی الله علیه و سلم داشتند، اونها هرگز این رو در اختیار رسول الله قرار نمیدادند، اصلا خودشون نمیخواستن که این چیزها رو خبر بشه. و قبل از نبوتشون هم باز اونها برای قریش و مشرکین قریش ارزشی قائل نبودند. اصلا دید اونها به قریش، به مشرکین قریش و جامعه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون زندگی می‌کردن یک دید تحقیرآمیز بود و بارها این پیش اومد بود. مثلا در حکایت معروف بین درگیری‌هایی که بین یهود مدینه و مشرکین مکه میافتاد، اونها همیشه میگفتن پیغمبری از ما خواهد آمد و ما از او کمک خواهیم گرفت و شما رو مثل عاد و ثمود از بین خواهیم برد. و اینها همه نشان از این داره که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونیم که در ارتباط نبودن با هیچ عالمی و در قبل از نبوتشون و خواندن و نوشتن نمیدانستن، جای تحصیل نکرده بودن، خبر نداشتن. الان این شخصیت با اون صداقتش، با اون پاکیش و با اون زندگی پاکی که داشته، وقتی میاد و مواردی رو مطرح میکنه که ما میبینیم خود قوم هم بلد نیست، خب اینها رو از کجا آورده؟ اینجا سوال میشن. پس وقتی که میبینیم که اینها رو از کجا آورده، هر چی بررسی میکنیم میبینیم که امکان نداره که خود شخص رسول صلی الله علیه و سلم این کلام رو از پیش خود گفته باشه. چرا؟ بنا به دلایل فراوانی که ما بخشش رو در اعجازهای مختلف قرآن کریم داریم ذکر میکنیم. موضوع بحث ما حالا یک بخشش اعجاز بودنش به این خاطره که این موضوعی که ما مطرح میکنیم در بحث اعجاز، موضوعاتی که مطرح میشه امکان نداره که فعل رسول الله علیه و سلم یا قول ایشون باشه، چون که خود ایشون از این موارد اصلا آگاهی نداشتن و خبر نداشتن. و دوم، موضوع دیگری که بحث در اعجاز تاریخی مطرح است غیر از کلمه اعجاز خود تاریخ است. بله. وقتی که صحبت از تاریخ میشه، خب در ذهن ما هر کدوم یک تصوری از تاریخ داریم. بله. و اون چیزی که مشترکه در ذهن همه ما، تاریخ یعنی خبر از حال و احوالی است که ما از اخبار گذشتگان در ذهن داریم. مثلا ما میگیم تاریخ امت‌های گذشته، تاریخ قبل از اسلام، تاریخ مسیحیت و تاریخ فراعنه و تاریخ فارس و دولت‌های مختلف. اینها تاریخ وقتی صحبت از تاریخ میشه، در کل صحبت از زندگی ملت‌ها و اقوام و شخصیت‌هایی است که در طول حیات بشر زندگی می‌کردند و اینها جزئی از غیب است. این جزئی از غیب است. علم غیب، ما یک علم غیب داریم که علم غیب یعنی چی؟ علمی که پوشیده است، بلکه بر ما انسان‌ها پوشیده است. الله متعال عالم به غیب است و یک از صفات الله متعال عالم الغیب بودن است و علم غیب مطلق به صورت کلی فقط نزد الله تعالی است. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. فقط الله تعالی است که عالم به غیب است، یعنی آنچه که بوده است و آنچه که خواهد بود و آنچه که هست و آنچه که خواهد بود و آنچه که نیست اگر می بود چگونه خواهد بود، همه اینها رو الله متعال میداند. اما انسان‌ها هیچ کدام این قدرت رو ندارن بنا به آیات مختلفی که در قرآن کریم هست. ولی بعضی از امور غیبی رو الله متعال
اطلاع داده به انبیای خود، به بعضی از انبیای خود. ما الان میبینیم که اخباری است، ما درباره زندگی مثلا گذشتگان یک سری اطلاعات محدودی داریم. در وقتی که قرآن نازل میشد اطلاعات محدودتر هم بود. همین خاطر میگم محدودتر بود، چرا که ما در 1400 سال بعد از اسلام اکتشافاتی اتفاق افتاد. ما بعضی از به هر حال علم‌هایی به اسم علم باستان شناسی و علم‌هایی که به دنبال آثار باقی مانده از امت‌های گذشته بودن اکتشافاتی شد، شهرهایی رو ما پیدا کردیم از زیر خاک و امکاناتی به دست ما آمد که ما یک سری دلایلی پیدا کردیم از بازمانده امت‌های گذشته که اونها برای ما نشانه‌هایی است بر وجود زندگی آنها و اینها رو ما بعداً اضافه کردیم. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم قرآن کریم الان آمد و میدونیم که در قرآن کریم داستان‌ها زیاد است. یک سوم قرآن کریم حدوداً داستان زندگی کیست؟ داستان امت‌های گذشته که این همون بخش غیبی است که اون موقع در زمان رسول صلی الله علیه و سلم خیلی از این داستان‌ها رو نه تنها عرب بلکه حتی غیر عرب هم نمی‌دانستند. یک مواردی مال گذشته است، برای مردمان آن زمان غیب بودن. برای مردمان آن زمان غیب بود. وقتی که گفته شد دیگه الان غیب نیست، چون که ما خبر شدیم. وقتی غیب آشکار شد دیگه غیب نیست، وقتی که آشکار شد دیگه غیب نیست. اما در کل اون موقع وقتی که مطرح میشه، ما الان وقتی که بررسی میکنیم اعجاز قرآن کریم رو در نظر داشته تاریخ 1400 سال پیش داریم بررسی میکنیم. اون موقعی که این کتاب نازل شده، اون موقع این کتاب معجزه بوده این صحبتاش و خیلیاش هنوز هم ادامه داره، استمرار داره. ما یک مواردی داریم که مال قبل از نزول قرآن کریم بوده است، در قرآن بهش اشاره شده. مواردی بوده از زندگی انسان‌ها و آنچه که در امت‌ها اتفاق افتاده قبل از ما اما بعد از نزول قرآن. برای ما قبلی بوده اما برای قرآن و امت محمد برای خود رسول صلی الله علیه و سلم و یارانشون یا معاصر با اونها بوده یا بعد از اونها بوده. ما اتفاقاتی در قرآن کریم داریم که در زمان خود رسول الله اتفاق افتاده اما بعد از نزول آیات. یعنی آیه امروز یک موضوعی رو مطرح میکنه، چند سال بعد این اتفاق میفته. این هم موضوعی از غیب است، چون که از آینده است. اینها رو هم ما در بحث اعجاز تاریخی به این اعتبار مطرح میکنیم که تاریخ گذشته ماست و بالاخره گرچه در اون موقع عنوان آینده بوده. موارد دیگری در زمان صحابه اتفاق افتاده که در قرآن کریم بهش اشاره شده که در زمان اونها جز غیب آینده بوده، در زمان ما الان جز تاریخ گذشته است. اما جز اعجاز تاریخی در کل این رو هم بررسی میکنیم. و همچنین مواردی هست که هنوز هم برای ما شاید جز غیب است، بعضی از وعده‌های قرآن کریم درباره آینده است درست و اتفاق نیفتاده در دنیا قبل از آخرت و اینها هم برای ما غیب است، همون گونه‌ای که برای صحابه برخی از مواردی که بعداً اتفاق می‌افتاد غیب بود اما تاریخی شد، برای ما هم اینها تاریخی خواهد شد. شاید نسل‌های بعدی ما اینها رو باز در زمره تاریخ گذشتگان ذکر بکنیم. ما در بحث اعجاز تاریخی می‌خوایم مواردی رو ذکر بکنیم خیلی ساده. درست. چند نمونه، نمیتونیم حالا همش رو یکی یکی بیایم بررسی بکنیم. همونطور که اشاره کردم مواردی هست که ما گذشته در مواردی در گذشته داشتیم که موارد رو ما خیلیاش رو هنوز ما در آیات قرآن کریم ما هرچی پیشرفت می‌کنیم، هرچی نسل جلوتر میره، چون این کتاب برای همه دوره‌های تاریخی است. درست. ما بعضی از حقایق و شگفتی‌هایی در قرآن آشکار میشه که ما نسل‌های گذشته ما نمی‌دانستیم. درست. اما به عنوان نمونه قبل از اینکه به نمونه ها بریم جناب استاد، این بخش تاریخی که در قرآن مطرح میشه چگونه میتونه ایجاز باشه، در حالی که ما غیر از قرآن ما کتاب‌های تاریخی غیر از قرآن داریم؟ مثلا مورخین آمدن در قرن 2 و 3 آمدن از تاریخ گذشتگان نوشتن چیزهایی را. خب کتاب آنها با عنوان معجزه که نیست، مورخ است، بعضی چیزهایش درست است، بعضی چیزهایش شاید اشتباه باشه، قابل نقد است. یعنی جمع کردن وقایع یا ذکر کردن این داستان ها چگونه میتونه که اعجاز بوده باشه؟ اگر اعجاز باشه پس هر کتابی که در مورد تاریخ نوشته شده اعجاز است؟ کاملا حرف شما به جاست و درست است، چون که بالاخره ما درباره تاریخ هر کسی نوشته و چیزهایی نوشته. بله. اعجاز بودنش از چند جنبه است قرآن کریم. یکی این که وقتی که صحبتی میکنه درباره ملت‌های گذشته و یا آنچه که در زمان نزول قرآن اتفاق نیافتاده بود و بعد از اون اتفاق افتاد، ما وقتی که درباره امت‌های گذشته صحبت میکنه قرآن کریم مواردی رو مطرح میکنه که اولا گفتیم که خود رسول الله هم نمیدانه. یکی از موارد بحث اعجاز بودنش خود این موضوع است. درست. رسول الله از این موضوع اطلاعی نداشته، یعنی رسول الله یعنی از چیزهای خبر میدهند که خودشون خبر درسته نداشتن. که مثلا ما گفتیم برخی از موارد رو ما در کتاب‌های مقدسه قبلی داشتیم، در تورات انجیل، حتی اما آن رو هم پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی‌دونستن. رسول الله نه تورات رو خوانده بود قبل از نبوت و نه انجیل رو، اصلا قرائتش رو نمی‌دونست، زبان عربی رو نمی‌توانست بنویسه و بخونه، چه برسه زبان‌های عبری درست و زبان‌های کتاب‌های گذشته.
موضوع اول وقتی که صحبت میکنیم که اینا اعجاز است، پس خود شخصیت رسول الله است. شخصیت رسول الله علیه السلام با اون صفاتی که داشتن امکان نداره که اینها رو از پیش خود گفته باشه. امکان نداره. این انسان کجای درس نخونده، خواندن نوشتن بلد نبوده، تورات انجیل رو نخونده بوده. خب پس چطور خبر میشه از وقایعی که نه تنها در تورات انجیل به برخی از اونها اشاره شده، بلکه میاد و قرآن کریم اونها رو اصلاح میکنه، نه همونها رو. مثلا در موضوعات رو حالا بهش میپردازیم. اشاره شده درباره یک شخصیت یا یک تاریخ در کتاب‌های مقدسی که الان پیش ماست. ما طبیعتاً این تناقض نیست بین قرآن و تورات، چون تورات برای هر اونم که کتاب الله تعالی و انجیل، ما چون تورات و انجیل تحریف شده و دستخوش تحولات شده، آنچه که مطرح میشه اگر احیانا تناقضی دیده میشه درباره اخبار قرآن کریم و اخبار تورات و انجیل، به این معنی نیست که تناقض از مصدر است، یعنی از طرف الله تعالی، چون اونم کتاب الله تعالی بوده. بحث تحریف قرآن تعریف نشده، اونها تعریف شدن. همین قرآن هم میفرماید که و مصدق لما بین یدیه من التوراة و الانجیل، یک سری اصولی هست در تورات انجیل هم بوده اومده، اما بعضی چیزها هست که اونها تحریف کرده بودن. درست. و الله تعالی میاد اصلاح میکنه. رسول الله میاد مواردی رو مطرح میکنه که حتی این اطلاعات و داده های جدیدی که مطرح میکنه درباره زندگی گذشتگان مغایر با آن چیزی است که در ظاهر وجود داره در تورات و انجیل. درست. خب این هم اگر قرار بود از تورات و انجیل یاد گرفته باشه، خب باید همون رو موافق میشد. بله. و عجیب تر از اون، ما الان گفتم که پیشرفتی که ما الان داشتیم در مواردی سبب شده که ما کشف کردیم که قرآن کریم، آنچه که قرآن کریم گفته درباره زندگی گذشتگان، بر اثر پیشرفت تاریخ و آنچه اکتشافاتی که مورخین ما کردن، این اختلافات و تناقضاتی که ظاهرا بین قرآن و کتاب‌های مقدس وجود داشت، الان ما به این نتیجه رسیدیم و یقین پیدا کردیم که آنچه قرآن گفته بود درست بود، با توجه به دلایل ثابت تاریخی که ما، اکتشافاتی که ما داریم. درست. نمونهش درباره هامان، من در این باب یک بحث مفصلی خواهیم داشت. و الان بشر چطور میتونه این کار بکنه که دستاورد داره، رفته دیده، سند تاریخی ما داریم، کتیبه نوشته شده روی سنگ ما داریم. درست. در مصر در جاهای دیگر ما پیدا کردیم و رمزگشایی کردیم و خواندیم، و این دست نوشته هایی که از چند هزار سال قبل از حتی قرآن کریم نوشته شده برای ما، الان همون چیزی رو میگه که قرآن کریم گفته بود. رسول الله کجا بود؟ این دست نوشته ها رو، خیلی از این نوشته ها رو ما تازه 100 ساله که بشر تونسته کشف بکنه، رمزگشایی بکنه که چطور نوشته میشه. رسول الله به خط قوم خود رو نمیتونست بخونه، چه برسه که به خط اقوام دیگر. اصلا سفری به مصر یا جای دیگه نداشت که بخواد رمزگشایی بکنه. مواردی هست که ما وقتی کنار هم میگذاریم، بحث سر صحبت گذشته از تاریخ نیست. درست. تنها تاریخ نیست. اولا خود رسول الله آشنایی نداشت از تاریخ، وقتی صحبت میکنه از کجا آورده اینها رو. یک. دوم وقتی که صحبت میکنه میاد اشتباهات تاریخی گذشته اصلاح میکنه. اشتباهاتی که ما واقعا با دلایلی که مطرح میشه، جز این که اعتراف بکنیم که واقعا این صحیحه و اون قبلی اشتباه بوده، چیز دیگری نداریم. درست. و سوم اکتشافاتی که ما الان داشتیم هم ثابت میکنه که آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بوده ذره‌ای با واقعیت موجود تفاوت نداشته. تشکر. اجازه بدین بریم به سراغ میان برنامه کوتاه، برمیگردیم با نمونه‌های از اعجاز تاریخی در قرآن کریم. درست است؟ وقفه کوتاه و برمیگردیم. كلنا اليوم حمى، كلنا اليوم فداء، كلنا اليوم حمى. يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا ختام الأنبياء. يا إمام المرسلين جئت بالنور المبين من إله العالمين، عم في الكون سنا. يا إمام المرسلين جئت بالنور المبين من إله العالمين، عم في الكون سنا. كلنا اليوم
حبيبنا محمد ليتمم مكارم الأخلاق. كان صادقا أمينا قبل أن يبعث، وبعدما بعث أوذي من قومه وطرد من مكة فلم يقدم لهم بعد أن تمكن منهم وقدر عليهم إلا العفو والمسامحة. سيد بالخلق ساد كل أرجاء البلاد، من ظلام وسهاد نحو خير وضياء. سيد بالخلق ساد كل أرجاء البلاد، من ظلام وسهاد نحو خير وضياء. كان للخير دليل، بسمة تروي العليل، يصفح الصفح الجميل في محياه الوفاء. كان للخير دليل، بسمة تروي العليل، يصفح الصفح الجميل في محياه الوفاء. كلنا اليوم فداء، كلنا اليوم حماة، يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا ختام الأنبياء. محمد صلوات ربي وسلامه عليه أوذي كثيرا ليوصل إلينا دين الإسلام لينقذنا من النار، فوالله لنفديه بأموالنا وأنفسنا وكل شيء عندنا. سيرة الهادي محمد أصبحت للكون تشهد، من رماه سوف يخمد عاث بالذل مدى. سيرة الهادي محمد أصبحت للكون تشهد، من رماه سوف يخمد عاث بالذل مدى. كلنا اليوم فداء، كلنا اليوم حماة، كلنا اليوم فداء، كلنا اليوم حماة، يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا ختام الأنبياء. Muhammad, peace be upon him, was the best teacher who ever lived. He was able to teach students of all types, regardless of their age or level of intelligence or social background. He was the most perfect teacher while he himself was unable to read or write. Muhammad is the last and final messenger of God. من قلبي الحيران ناديت يا منان، أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان، أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أردني، ذنبي تعلاني. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع اعجاز تاریخی قرآن کریم خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه به میان برنامه برویم، جناب استاد یک بار دیگر ایجاز و اعجاز تاریخی را برای ما معرفی کردن و اینکه چگونه بخش‌های تاریخی قرآن کریم میتونه ایجاز باشه نیز در موردش صحبت کردن و گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
از اخبار و حوادث خبر میدهند که نه خودشان در آن زمانها زندگی میکردند و نه خواندن و نوشتن بلد بودند که از کتابهای دیگر این چیزها را نقل بکنند و همچنان در بسیاری موارد آنچه که در کتابهای گذشته از تاریخ ذکر میشد را مخالفت میکردند، یعنی او را اصلاح میکردند و چیزهای مغایری او را بیان میکردند که این همه دلالت بر این میکند که یک کسی نه خواندن بلد باشد و نه هم نوشتن، نه استادی داشته باشد و سپس بیاید این وقایع تاریخی از امتهای گذشته، از انبیای گذشته را با این همه دقت بیان کنند بدون ارتباط با وحی ممکن نیست. خود این دلالت می کند که این یگانه چیزی است که با وحی میتواند یک انسان چنین حرفایی را بزند، چنین وقایع را ذکر بکند و کسی که با وحی ارتباط نداشته باشد نمیتواند همچون مطالب را مطرح کند. گفتین که از خلال نمونه ها میشه بیشتر بفهمیم که اجازه تاریخی قرآن کریم چی هست. فکر کنم نامی از هامان بردین، چه ربطی داشت با بحث ما نام هامان؟ اگر به عنوان نمونه بخوایم شروع بکنیم، موضوع هامان یک نمونه است از نمونه هایی که ما درباره صحبت کردیم که اجازه تاریخی قرآن کریم است. ما در قرآن کریم وقتی که تلاوت می‌کنیم، ما در تلاوت قرآن کریم 6 بار در قرآن کریم ما در 6 آیه مختلف ما نام هامان رو می‌بینیم. درست. یک شخصیتی است و هامان گرچه گفته شده هامان یک لقبی است مثل فرعون. درست. ما وقتی که صحبت از قرآن در صحبت از فرعون می‌کنیم، فرعون درسته که یک شخص خاصی مراد هست از آیات قرآن کریم، اون پادشاهی که در مصر حکومت می‌کرد در زمان موسی علیه السلام. اما لقب اون پادشاه فرعون بوده و خودش رامسیس دوم بهش میگن تاریخ شناسان مصر. درست. اسم رامسیس دوم معروفه. درست. اسمش رامسیس بوده اما خب لقبش هست فرعون. درست. از خاندان پادشاهی که در مصر حکومت میکردن. و همچنین درباره هامان هم گفته شده که لقب این شخص است، اما قرآن کریم به هر حال مثل فرعون او رو هم با لقبش یاد میکنه و حتی درباره قارون هم این صحبت هست که قارون هم لقب اون شخصی است که ثروتمند در زمان موسی علیه السلام. ما در سوره مبارکه قصص وقتی که شروع میکنیم و میبینیم مثلا ما در سوره قصص 3 بار اسم این شخص در سوره قصص فقط ذکر میشه. درست. سوره قصص معروف است به سوره‌ای که داستان موسی علیه السلام را آغاز میکنه از همون ابتدا و داستان تولدش و به آب انداختن شدنش و رفتنش و بعداً بزرگ شدنش و ازدواجش با دختر شعیب علیه السلام و هجرتش به سمت مدائن و همچنان باز نبوتش و ملاقاتش با الله تعالی و در پایان سوره حتی قارون هم ذکرش میاد و بالاخره اکثر داستان قصص سوره قصص محتواش درباره موسی علیه السلام و حکایتایی که اتفاق افتاده. درست. ما در سوره قصص مثلا در آیه 6 الله تعالی میفرماید که و نمکن لهم فی الارض، الله تعالی در آیه 5 میفرماید و نريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و الله تعالی میفرماید من میخوام که بر مستضعفین میخواستم منت بگذارم، اونها رو ائمه بکنم و قدرت به دست بگیرن و به هر حال اختیاردار دنیا باشن و اینها به اسم برند آنچه که از امتهای گذشته باقی مانده. و نمکن لهم فی الارض، برای آنها تمکین بکنم در زمین که اینها به قدرت برسن. درست. و نوری فرعون، و نشون بدین ما فرعون و هامان اینجا کنار فرعون ذکر میشه و جنودهما و لشکر این دوتا رو. درست. نفهمود و جنوده مثلا جنود فرعون. بله. گویی که حتی هامان الان الله تعالی صحبت از هامانی میکنه که با فرعون یعنی فرعون زمان موسی علیه السلام بله صحبت داره و همکاری داره، یعنی رامسیس دوم که فرعون زمان موسی علیه السلام هست. هامان یک شخصی است که الله تعالی اینجا کنار فرعون ذکر میکنه و صحبت از لشکر هم میکنه که لشکر هم داره. و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون. باز میاد بحث موسی و بحث طفولیت موسی علیه السلام که باب انداخته شد. باز دوباره در آیه بعد الله تعالی میفرماید ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین. فرعون و هامان و لشکرهای این دو نفر خطاکار بودن و بر خطا بودن. باز همچنان میاد در همین سوره باز وقتی که جلوتر میریم در آیه 38 باز میرسیم میبینیم که الله تعالی باز در مجادله بین فرعون در اون روزی که ساحران آمده بودن و موسی علیه السلام آمد و به اسم یوم الزینه معروف در تاریخ موسی علیه السلام به حکایتش مفصله و شکست خورد فرعون و جادوگران. بعد اینجا میبینیم که فرعون خطاب به مردم میگه یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، ای اشراف قوم خدای غیر از خودم برای شما سراغ ندارم. در ادامه فاوقد لی یا هامان،
فاوقد آتش برپا کن برای من یا هامان ای هامان بله. علی الطین بر گل ها رو آتش برپا کن فجعل لی صرحا لعلی اطلع الى اله موسی و انی لاظنه من الکاذبین. برای من گل رو در آتش بیانداز، آجر درست کن، یک بنای بسیار مرتفع و عظیمی درست بکن. من این خدای موسی رو که میگه خدا در آسمان هاست، خدا اینو ببینم، من احساس میکنم که این داره دروغ میگه. باز در سوره غافر هم شبیه همین محتوا رو داریم. وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب بله. اسباب السماوات فاطلع الى اله موسی و ادامه داره حکایت و دوباره دیگه هم ذکر میشه این حکایت و این آیات نشانه بر این داره که الان این آیه ها نشانه بر این داره که اول این هامان یکی از مقربین فرعون زمان موسی علیه السلام هست. درست. آیات اشاره به این داره. بله. لشکر داره و قدرت داره. یعنی شخص مهمی است در شخص مهمی است، صاحب قدرته و مقرب نزد فرعون. چندین بار فرعون داره به این میگه، اصلا علیه تعالی میفهمد که ما میخواستیم که فرعون و هامان رو ما بچشونیم به اونها که بالاخره بر مسیر خطا بودن و لشکرش. هامان یکی از مقربین، هامانی که قرآن برای ما معرفی میکنه، هامانی که از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینیم ما الان چون میخوایم رو بحث اعجاز صحبت بکنیم، رسول الله علیه السلام در مکه مکرم است. وقتی این آیات رو میخونه در مکه مکرم است. در مکه مکرم است و نه خواندن نوشتن نمیداند، با کسی ارتباط نداره، نه تورات رو خونده، نه انجیل رو خونده، نه قوم رسول صلی الله علیه و سلم از این حکایت ها خبر دارن. یک دفعه میاد میگه که فرعون هامانی داشته است. یک شخصی بوده به اسم هامان، قدرت داشته، لشکر داشت. این آدم الان صحبت از کیه؟ صحبت از 1000 سال قبله، صحبت از 700 800 سال قبل حداقلش. یعنی این حکایت 1500 سال قبل اتفاق افتاده از رسول صلی الله علیه و سلم. فاصله که ما تا رسول الله داریم کمتر از فاصله رسول الله تا موسی علیه السلام بوده. الان رسول الله میاد در این فاصله زمانی میاد صحبت میکنه که فرعونی بوده، رامسیس دوم زمان موسی علیه السلام، هامانی داشت، لشکر داشت، هامان مقرب بود نزد فرعون و چی کار میکرد؟ اینش خیلی مهم. فرعون چی گفت؟ فرعون گفت یا هامان ابن لی صرحا در سوره غافر و گفت فاوقد لی هامان علی الطین فجعل لی صرحا لعلی اطلع الی اله موسی. برای من برو چیکار درست بکن، یک قصدی درست بکن و کاخی درست بکن. هامان کار میکرده برای فرعون، مسئولیت داشته، خودش که نمی‌کرده، خب نیرو داشته، مسئولیت ساخت و ساز داشته. مشخصه دیگه. چرا به هامان میگه هامان این کار بکن؟ یک پادشاه وقتی که دستور میده به اطرافیان تا یک کار خاصی رو انجام بدن، وزرایی داره، نیروهایی داره، میدونه که این کار مرتبط به فلانی است، این مسئول این کار. گویی که هامان مسئول ساخت و ساز فرعون بوده و میدونیم که فرعونیان معروف بودن در تاریخ و آثارشون باقی مونده به کاخهای آنچنانی، به ابراجی که مثلا ما آنچه که از اهرام مصر مونده میبینیم که جزء عجایب دنیا حساب میشه الان. یعنی هامان به تعبیر ساده‌تر خودمون الان وزیر مسکن و شهرسازی بوده، انگار وزیر ساخت و ساز بوده، پیمانکار بوده، میساخته، قدرت داشته، نیرو داشته، ذکاوت داشته و هوش داشته و میساخت. این هامانی است که قرآن کریم برای ما بیان میکنه. یک آدم کافر، مشرک، دشمن الله متعال و یک انسان خطاکار و قدرتمند و لشکر داره در کنار فرعون زمان موسی علیه السلام. خب این رو رسول الله علیه السلام برای ما بیان میکنه. وقتی که ما میریم نگاه میکنیم در کتاب مقدس که مجموعی از عهد قدیم و عهد جدید است، همون تورات و انجیل و ملحقات تورات و انجیل. شما گفتین در حدیث هم ذکر از هامان شده؟ ما در احادیث هم رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره هایی به هامان کرده. درست. در احادیث هم اشاره چون بحث ما اجاز علمی قرآن کریم است. همون هامان مراد است. همون هامان هر چی در احادیث و قرآن صحبت از هامان میشه، اینجا مراد هامان زمان موسی علیه السلام همکار فرعون رامسیس دوم است. و چون صحبت ما بیشتر رو قرآن کریم است، من اشاره به احادیث نکردم. و الان ما صحبت ما اینجا روی شخصی است که در کنار فرعون است با این ویژگی. خب درست. وقتی که میریم نگاه میکنیم که در کتاب مقدس میبینیم در عهد قدیم یعنی در تورات ما میبینیم در سفر تکوین اشاره میشه به هامان، یک اسمی میاد از هامان. درست. اما گفته میشه که این هامان وزیر یکی از پادشاهان سرزمین فارس بوده در عراق که اینها حدوداً تاریخی که اشاره میشه اونجا 1100 سال بعد از موسی علیه السلام بوده اصلا حکایت. یعنی نزدیکی های ظهور عیسی علیه السلام در سرزمین عراق. درست. هامانی که الله متعال در قرآن برای ما در قرآن رسول الله صلی الله علیه و معرفی کرد هم دست فرعون است، معاصر موسی علیه السلام در مصر است
هامانی که کتاب مقدس مطرح میکنه برای ما، یک کسی هست در چیز، یک عراق. هامانی هست که این هامان فرق میکنه با هامان قرآن. اصلا این اون هامان نیست. بله. چرا که میگن اون در بعضی پوزش در عراق بوده و اونجا مشغول بوده و اصلا کارش هم این نبوده که مشغول شهرسازی و مشغول ساخت و ساز باشه و اصلا کارش هم فرق میکرده، محل سکونتش هم فرق میکرده، تاریخش هم فرق میکرده. یک تشابه اسمی است. درست. خب الان رسول الله این رو از کجا پیدا کرد؟ یک سوال. در زمان رسول الله وقتی که این جمله در قرآن رسول الله اینو گفت، اگر کسی میگه رسول الله پیش خودش گفته، بگن آقا خب این کتاب الان یک اطلاعی هست که قرآن اینجوری میگه، آیا این درست هست یا نیست؟ خب یکی شاید بگه این اصلا اشتباهه، این حرف اشتباهه. درستیشو معلوم مطرح میکنه. خود دشمنان اسلام اعتراف کردن که درست است. چراشا میگه؟ الان رسول الله یک صحبتی مطرح کرده که نه در تورات است نه در انجیل. درست. نه در کتاب‌های تاریخی قبل از رسول الله. نه قوم رسول الله ازش خبر داره، نه رسول الله اصلا اگر میتوانست بخواند هم این اطلاعات رو نمیتونست در کتاب‌های گذشته پیدا بکنه. درست. چون اطلاعاتی که در کتب مقدس است، اصلا کسی هست در عراق و 1100 سال بعد از موسی علیه السلام. این حکایت آمد، آیات قرآن کریم این رو برای ما معرفی کرد. عده‌ای آمدن و تکذیب کردن که نه همچین چیزی نبوده از دشمنان تا به ابتدای قرن 19 میلادی، حدود 190 سال پیش. درست. در مصر شخص جهانگردی به اسم شامپولیون درست. به اسم شامپولیون، ژان فرانس و شامپولیون، اسمش هم کمی سخت و از زبان نمیشینه راحت. درست. این انسان یک جهانگردی بود. داخل شد در اون موقعی که استعمار وارد بالاخره مصر شده بودن، سرزمین مصر فرانسوی است. اینم داخل شد. کارش چی بود؟ جهانگرد بود و باستان شناس بود. یعنی کارش بررسی آنچه که از امت‌های گذشته مانده، آثار تاریخی. این آقا آمد یک کتیبه سنگی پیدا کرد در مصر و یک سنگ بسیار بزرگی که بالای اون به زبان یونانی، به خط یونانی قدیم مواردی نوشته شده بود، زیرش به خط مصر باستان که بهش میگن هیروگلیف بهش میگن. این خطی است به اسم هیروگلیف. درست. این خط مصر باستان است. کتیبه های باستانی از 5000 سال قبل از میلاد تا به هر حال زمان موسی علیه السلام و بعد ایشون هم خطی به اسم هیروگلیف که این کتیبه ها رو می نوشتن. شکلش از عکسش در چیز پیدا میشه در اینترنت و درست. ما در اهرام مصر و در جاهای دیگه اینا رو می‌بینیم. عکس مثلا عقابی هست و کرکسی هست و آدمی هست، شکل‌های خاصی است. این به اسم خط هیروگلیف معروفه و خط مصر باستان بود. کتیبه‌ای که باراش یونانی نوشته بود پایینش به این شکل و تا به اون روز، یعنی ما تا 2 قرن گذشته کسی نمیدانست که اینها چی نوشته. اصلا خود کلمه هیروگلیف یک تعبیر یونانی است. درست. به اسم خط مقدس. یونانی‌ها وقتی که وارد مصر شدن و دیدن که در اهرامشون، در معابدشون این چیزها نوشته شده، گفتن این یک خط مقدسی است، اسمش رو گذاشتن خط مقدس. درست. اینو مصری انتخاب نکردن. این تعبیر هیروگلیف رو اصلا خود یونانی‌ها برای مصری‌ها گذاشتن خط و به همین اسم معروف شد. از زمان رسول صلی الله علیه و سلم که عبد بن عاص در زمان سیدنا عمر مصر رو فتح کرد، صحابه این خطا رو می‌دیدن، نمی‌دونستن بخونن. قبل از صحابه هم چون این خط فراموش شده بود، بعد فراموشی سپرده شده بود، کسی نمیدونست که این اهرام چی هست، نوشته ها چی هست و کتیبه ها چی هست. تا این آدم فرانسوی با توجه به اون شناختی که از خط یونان قدیم داشت که بالای این کتیبه نوشته شده بود و پایینش هم خط جدید، خط مصری باستان شناس مصری، خط مصر باستان نوشته شده بود، این احساس کرد که این ترجمه بالایی است. متن پایین که به مصر باستان نوشته شده، به خط مصر باستان هیروگلیف، این خط یونان بالا یونانی نوشته شده، پایین ترجمهش به هیروگلیف است. درست. و شروع کرد به رمزگشایی که یک جوری بفهمه که اینها رمزها به چه معناست. این شخص حدود 15 سال به همراه چند نفر دیگه کار کرد تا 20 سال و بالاخره رمزگشایی کرد و توانست که کشف بکنه راز خط مصر باستان رو به اسم هیروگلیف. شامپولیون معروفه. در کل شما در موضوعهای اطلاعاتی، در به اصطلاح فرهنگنامه‌ها وقتی که کسی مراجعه بکنه در ویکی‌پدیا یا مثلا در اینترنت جای دیگه برید، هم به فارسی به زبان‌های مختلف درباره این آدم صحبت. این آقا اومد و چیکار کرد و کشف کرد این خط‌ها رو برای اولین بار بعد از قرن 18 در ابتدای قرن 19 یعنی 180 سال پیش این خط‌ها کشف شد و انسان اون زمان
انسان‌ها توانستند تا آثار باقی مانده از مصر رو که به خط مصر باستان نوشته شده بود بخوانند. بالاخره خیلی کتیبه‌ها نوشته شده بود و آمدن و نوشتن و تاریخ مصر رو از اول بررسی کردن. یک پیشرفت خیلی بزرگی در شناخت تاریخ مصر بود. و از عجیب‌ترین آنچه که به دست آمد در این کشف‌هایی که شد این بود که در زمان رامسیس دوم، صحبتمون درباره فرعون زمان موسی علیه السلام است، کتیبه‌هایی که مرتبط به رامسیس دوم بود، یعنی فرعون زمان موسی علیه السلام، یک شخصی داره فرعون که این شخص اسمش هست هامان. این رو کجا ما می‌بینیم؟ الان ما بحث ما رو قرآن نیست، بحث ما روی کتیبه هایی است که در مصر باستان وجود داره. و کی کشف شد شناخت این خط؟ 200 سال قبل، 180 سال پیش، 190 سال پیش. یعنی تا قبل از اون انسان اصلا نمی‌دونستن که چی است، کسی نمیتونست بخونه اصلا این خط رو، گم شده بود. چند صد سال قبل از میلاد مسیح کسی نمیتونست اینا رو بخونه. زمان رسول الله که اصلا خود رسول الله صفحه‌ای داشت، نه کسی در دنیا میتونست که اینا رو بخونه. حتی بعد از رسول الله هم، ما تا 12 قرن بعد از رسول الله هم کسی نمیتونست اینا رو بخونه. در این کتیبه ها کشف شد که رامسیس دوم وزیری داشته که مسئولیتش چی بوده؟ مسئولیتش بنای کاخها، اهرامها و ساخت و سازهای عظیم فرعون اون زمان، یعنی رامسیس دوم بوده و نامش بوده هامان. خب الان قرآن کریم چند سال پیش به ما این رو گفت؟ 1400 چند سال. 12 قرن قبل از این که شامپولیون وارد مصر بشه و این خط رو کشف بکنه و بعد از اون دیگران برن و بر اساس اون الفبا کتیبه های مختلفی که پیدا شده رو بخوانن و تاریخ مصر رو از جدید بنویسن و کشف بکنن که رامسیس دوم فرعون زمان موسی علیه السلام وزیری به نام هامان داشت. این یک اکتشاف بعد 12 قرن بعد از رسول الله کشف شد. رسول الله از کجا پیدا کردیم؟ گفتیم در عهد قدیم هم اصلا صحبتی از این نبود. عهد قدیم میگه هامان یک هامانی بود در عراق 1100 سال بعد از موسی، 1100 سال بعد از موسی و کارش هم اصلا ساخت و ساز نبوده و هیچ ربطی با فرعون مصر نداشته اصلا. درست. اون جزء حکام، یکی از وزیران و حکام سرزمین فارس اون زمانه بوده. درست. الان به عنوان یک انسان اصلا غیر مسلمان، یک انسان عادی، این کتاب 1400 سال پیش به ما فرمود که فرعون رامسیس دوم، فرعون موسی وزیری داشته به نام هامان که کارش هم ساخت و ساز بوده. کاخ می ساخته، برج می ساخته، قصرها می ساخته، اهرام می ساخته و قدرت داشته و لشکر داشته و مقرب بوده پیش فرعون 1400 سال پیش. کی گفت این حرف رو؟ رسول الله علیه السلام. از کجا؟ سوال اینجاست. بله. رسول الله این اطلاعات دقیق رو، هم اسمش، هم کارش، هم زمانش، تاریخش و وزیر کی بوده حتی، بله، اینها رو از کجا آورد؟ این تفصیلات رو از کجا آورد؟ کتاب‌های قبلش که اصلا در تورات انجیل گفتیم در کتاب مقدس که الان به اسم کتاب مقدس جمع کرده عهد قدیم و جدید و تورات انجیل و ملحقاتشون رو، همچین چیزی نیست. اصلا نبود همچین تفاصیلی. آنچه هم که هست اصلا ربطی نداره به این هامانی که هست. اینها در کتاب مقدس نبود. هیچ تاریخ شناسی تا 180 سال پیش نمیدانست این حکایت رو در طول تاریخ بشر، یعنی حداقل بعد از جریان پادشاهان مصر. الان رسول الله علیه السلام 1400 سال پیش از کجا اصلا مصر رفته بود؟ اصلا از جزیره العرب رسول الله خارج نشده. رسول الله از جزیره العرب خارج نشد. یک سفری به سمت شام داشت میرفت در کودکی که اونم با هیرای راهب منع کرد که ابو طالب گفت نه، نشانه‌های نبوت در این هست، بهش آزار میرسونه. در مصر رسول الله چطور خبر شد از کتیبه هایی که به خط هیروگلیفی نوشته شدن؟ بعد تازه ما اینا رو کشف کردیم. اینا خیلی زیر خاک بود، در معابدی بوده که همین چند صد سال پیش، 500 سال پیش، 50 سال پیش کشف شده خیلیاش. اینا رو از کجا خبر شد رسول الله؟ قرآن برای ما چطور خبر میده از این حکایت؟ همین یکیش هامان، این نمونهشه. آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده درباره هامان زمان موسی علیه السلام، فرعون رامسیس دوم که وزیر قدرتمندی بوده و الان ما در کتیبه ها دیدیم که نوشته شده بعد از زمانگشایی که این هامانی بوده با این وظیفه در زمان رامسیس دوم زمان موسی علیه السلام. خب اینو که ما مسلمان‌ها اینو که نمیگن، این صحبت مسلمان‌ها نیست اصلا، این صحبت خود کسانی است که شاید به قول خودشون باور به اعتقاد به قرآن هم ندارن. اون کسانی که خبر شدن، منصفین مستشرقی که خبر شدن، مستشرقین میدونیم کسانی بودن که از علمای غرب آمدن، این خودش هم یک نمونه از مستشرقین بوده، خود همین
شامپولیون درست. کسانی که آمدن به خاطر اینکه علم مسلمان ها رو یاد بگیرن، کشورهای اسلامی رو تا بر علیه اونها استفاده بکنن، وقتی با همچین حقایق آشنا شدن خیلی از اونها ایمان آوردن. چون واقعا یک عقل سلیم نمیپذیره. چگونه امکان داره؟ قرآن درباره هامان صحبت میکنه که هیچ کسی درباره این هامان تا حالا صحبت نکرد. کتاب‌های مقدس گذشته هم همچین چیزی ندارن با این هامان رو. یه هامانی دارن که هیچ ربطی به این هامان نداره. و بعد 1200 سال بعدش بشر کشف میکنه بعد از رمزگشایی از کتیبه‌های مصری که همچین کسی بوده در فلان تاریخ. اینا نقش و نگار شده. اینا هم که مصریان زمان ما ننوشتن. مسلمان‌ها اینا رو ننوشته بودن. مسلمان‌ها نمی‌دونستن اصلا خط هیروگلیفی چی هست. نمی‌دونستن، صحابه نمی‌دونستن این خطو بخونن. صحابه که چه بعدش هم تو غرب تا 180 سال پیش نمی‌تونست بخونه. خود مصری‌ها بلد نبودن. این رو چطور میشه توجیه کرد؟ جز این که بپذیریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در قرآن کریم صحبت میشه، این یک نمونه است. وقتی الله متعال درباره مریم علیه السلام برای ما صحبت میکنه، اون شاید فرصت نباشه در تفاصیل دیگر. دوم است. نه، من این رو میخوام که از کجا اومده اینها. درست. قرآن چی میگه برای ما؟ پاسخ قرآن برای چیست؟ وقتی قرآن از امت‌های گذشته صحبت میکنه برای ما، مثل مریم علیه السلام و زکریا و عیسی و تفاصیل حکایت‌هاشون و گفتگوهاشون و درد دل‌هاشون و نجواهایی که در سجده داشتن، زکریا علیه السلام در سجده دعا کرد برای الله تعالی که دعا بده. یا مادر مریم که در دلش وقتی که حامله بوده، سوره آل عمران که درباره همین خاندان عمران هست. الله تعالی در اون موقعی که میفرماید فکفلها زکریا، بله، میدونیم که زکریا که شوهر عمه مریم هست و وقتی که عمران از دنیا رفته بود قبل از تولد مریم و مادرش هم از دنیا رفت وقت تولدش، تنها مانده بود. کفالتش رو می‌خواستن به عهده بگیرن، قرعه انداختن که کی کفیلش بشه. اینا رو قرآن برای ما میگه. بعد میفرماید الله متعال ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک. این محمد علیه السلام خبرهایی که تو الان داری مطرح میکنی که مریم، مادر مریم اینطور گفت، مریم به دنیا آمد، زکریا صداشو شنید، کرامات مریم رو دید، هر وقت بر او داخل میشد میوه های غیر فصل میدید، در دعا کرد، خدا به زکریا داد، عیسی. اینهایی که من به تو میگم همش خبرهای غیبی است. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک، من به تو وحی میکنم. و ما کنت لدیهم، ای محمد علیه السلام تو موقع پیش زکریا و قوم زکریا نبودی که وقتی که اونها اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، بله، وقتی که قرعه میانداختن که کی کفالت مریم رو به عهده بگیره. و ما کنت لدیهم، اون موقع نبودی شما پیش اینها. اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، اون موقعی که بحثشون شده بود، چون عمران پدر مریم بزرگ قوم بود، زکریا شاگرد عمران بود و بزرگ همه اینها بود، استادشون بود، یکی از اولیای خدا بود عمران. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل عمران و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. آل عمران الله تعالی بر امتی ها برتری دادم. مریم از این خاندان است، زکریا از این خاندان است، یحیی از این خاندان است، عیسی از این خاندان است. الله متعال میفهمد اون موقعی که زکریا و دیگران با هم بحث داشتن که هر کی دوست داشت که دختر عمران مریم رو او کفالت بکنه، افتخار داشت، من خصوم اختصمون یعنی یجادلون. تو اون موقع پیش اونا نبوده محمد علیه السلام. اینها رو من دارم به تو میگم. خود این که تو نبودی اون موقع، این عقلهای سالم رو به تحریک وادار میکنه که رسول اون موقع اینجا نبود. اون قومش نبود. نوح علیه السلام علیه السلام میاد میگه 900 سال حکومت، 900 سال ایشون دعوت کرد، 950 سال و 1000 سال بجز 50 سال کال اختلاف است که 1000 سال عمرشون بوده، 50 سال دعوت نداد، از 5 سالگی بعد شروع کرد دعوت رو، یا نه منظور 950 سال عمرشون بوده. کارا راجح‌تر همین که 1000 سال عمر کرد، 950 سال دعوت داد، از 50 سالگی شروع کرد. ایشون فرزندش اینطوری گفت، به فرزندش اینطوری گفت، کشتی رو میساخت، تفاصیل برام میکنه. یک سوره به نام نوح علیه السلام داره، حکایت چند هزار سال قبل از رسول الله، چند هزار سال قبل از رسول الله. بعد از اینکه این تفاصیل دعای نوح علیه السلام وقتی که پسرش غرق میشه، خدای تو قول داده بودی که بر خاندانتون نجات میدم و ان ابنی من اهلی، الله تعالی به او چی گفت؟ بعد کشتی کجا؟ در بالای کدام کوه؟ واستوت علی الجودی، روی کوه جودی اومد. بعدش الله تعالی چی میفهمد؟ بعدش دوباره تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. ای محمد علیه السلام، سوره هود سوره انبیاء است. نه تنها نوح علیه السلام، هود هست، لوط هست، شعیب هست، همین انبیاء، موسی علیه السلام ذکر میشه. الله تعالی میفهمد تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. محمد علیه السلام، ای محمد جان من،
این آنچه که من به تو میگم، این تفاسیر نوح علیه السلام رو که تو داری بیان میکنی، اینو از خبرهای غیبی هست که من دارم به تو وحی میکنم. ما کنت تعلمها انت، اینها رو نه توی محمد علیه السلام میدانستی، ولا قومک من قبل هذا، حتی نه تنها تو، قوم تو هم خبر نداشتن. عرب هم خبر نداشت از این حکایت. قوم تو اصلا قریش هم از این خبر نداشتن. نه تو نه قومت اینا رو خبر نداشتین. الان توجیه چیست؟ حکایت هایی در قرآن آمده که از هر من الشمس است، صداقتش و راستیتش. حالا این یک نمونه بود هامانش. من حالا بحث دارم در این موضوع. درست. درباره اجازه تاریخی من صحبت دارم. الان توجیه چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی وقتی که شون بیان میکنه در قرآن میگه نبی الامی. چند بار تکرار میشه یک میفرماید که پیامبری که خواندن و نوشتن بلد نیست. و ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. نه کتابی میتوانستی بخوانی، بلد بودی بخوانی، و نه تا به حال با دست چیزی نوشتی ای پیامبر من. اگر تو قبلا خواندن و نوشتن بلد می بودی و یا می نوشتی، به تو تهمت می زدن که این خودش انسان زیرکی بود، مطالعه کرده، فلان دانشگاه درس خونده، رفته اونجا، رفته مصر، کتیبه های مصری رو آورده و مطالعه کرده و رمزگشایی کرده. نه، رسول الله علیه السلام هیچ کدوم از اینها رو نمی‌دانست. اگر وقت داریم من یک موضوع دیگر هم مطرح بفرمایید. ما یک حکایت دیگری مثلا داریم که الله متعال میاد و برای ما در قرآن کریم مطرح میکنه. سوره‌ای ما داریم به نام سوره روم. ما سوره‌ای در قرآن کریم داریم به نام سوره روم. این سوره روم همونجوری که از اسمش مشخص است درباره چی است؟ درباره ابتداش درباره رومیان است. در ابتدا باید بگیم که این سوره است مکی. بله. یعنی چی؟ این در مکه مکرمه نازل شد. یعنی قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و هجرت بکنن به مدینه منوره، موقع در آغاز اسلام. درست. سوره روم در جزء 21 هست. ابتدای جزء 21 اوایلش و اینطوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم. رومیان مغلوب شدن و شکست خوردن. جالب است. ابتدای حکایت رومیان شکست خوردن. قرآن الان در مکه مکرمه بر رسول الله علیه السلام نازل میشه. رسول الله با مشرکین درگیر قومش و یک دفعه جنگ اتفاق افتاد در همین موقع. در زمان نزول قرآن در مکه مکرمه جنگ اتفاق افتاد بین دو تا امپراتوری بزرگ دنیا، رومیان و فارسیان. امپراتوری روم و امپراتوری فارس. دنیا شرقش دست فارس بود، غربش هم دست روم بود. اینا قدرت‌های بزرگ منطقه بودن بقیه هم گوشه و کنار، اما اینها بزرگترین های دنیا بودن. درست. اینها محل برخورد اینها، مرز اینها کجا بود؟ مرز اینها در سرزمین شام بود. مرز سوریه، فلسطین، این طرف‌ها محل شمال شرق ترکیه. این محل ارتباط بین امپراتوری فارس و امپراتوری روم بود. در همین نزدیکی‌ها جنگ اتفاق افتاد بین رومیان و ایرانیان، بین فارس‌ها به تعبیر دقیق‌ترش. و در این جنگ فارس‌ها پیروز شدند. رومی‌ها خود رو اهل کتاب می‌دانستند. مسیحی بودن. اهل کتاب بودن. گرچه حالا میگیم خب یعنی تحریف شده بود تورات، انجیل و واقعا پیروان حقیقی عیسی علیه السلام نبودن، اما با این وجود قرآن اونها اهل کتاب می‌دانند. منتسب بودن به دین آسمانی و کتاب آسمانی انجیل. رومیان شکست خوردن از فارس‌هایی که دینی نداشتن، یعنی دین آسمانی نداشتن. بله. دین آسمانی، نه تورات رو اعتقاد داشتن نه انجیل رو اعتقاد داشتن که قبل از قرآن بود. به قرآن هم که باوری نداشتن. و دیدیم که نامه، حالا گرچه نامه رو بعداً رسول الله صلی الله علیه و آله نوشت برای امپراتوری ایران، دیدیم پاره کرد خسرو پرویز نامه رسول الله. الان در این حکایت آمدن مشرکین به پیش ابوبکر صدیق، نزدیکترین یار رسول صلی الله علیه و آله. خوشحال دیدید که اهل کتاب شما از دست مشرکین شکست خوردن. به قول شما اونا مشرک بودن. همونطور که اونا از دست اونا شکست خوردن، شما هم از دست ما شکست میخورید. تشابه اینجا این بود. درست. مشرک خوشحال بود از شکست خوردن کسی که اهل کتاب است. مشرکین دوست نداشتن اهل کتاب رو. با یهود و مسیحیت اول رابطه‌ای نداشتن. بعد از اینکه رسول الله آمد با اونا متحد شدن بر علیه اسلام. این بر رسول الله، بر ابوبکر صدیق سنگ بود. رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و آله. یا رسول الله اینجوری میگن اینا. رسول فرمود شکست میخورن به زودی. فارس شکست میخوره از روم.
آیه نازش، این آیات نازش. الف لام میم غلبت الروم، رومی ها شکست خوردن. فی ادنى الارض، فی ادنى الارض. ادنا دنیا، از ادنا این از یک مسئله است. یک معناش چیه؟ معنای ادنا یکیش نزدیکه، بله. یکی ادنا معناش چیه؟ پست و فرومایه. بله. خیلی از مفسرین تا چندین سال قبل، چند دهه قبل، دقیق نمیتونم بگم ولی خب در اکتشافات، یعنی قبل از قرن ما، هر مفسری شما نگاه بکنید، من میتونم بگم غالب کتاب‌های تفسیری که نوشته شده وقتی که اینجا به ادنی الارض رسیدن گفتن در سرزمینی نزدیک به شما در حجاز، به جزیره العرب نزدیک بود. جنگ کجا اتفاق افتاد؟ در سرزمین شام. در سرزمین شام. دقیق من اگه بخوام نقشه رو بگم کجا اتفاق افتاد، جنگ در مرز بین اردن و فلسطین فعلی اتفاق افتاد. درست. در جایی که الان منطقه اسمش هست، دریاچه‌ای هست به اسم البحر المیت، دریایی به اسم بحر المیت. دریاچه اصلا ارتباطی نداره با اطراف، اما خب از بس بزرگه، 60 کیلومتر طولشه و 15 تا 18 کیلومتر عرضشه، به همین خاطر بهش میگن دریای مرده. درست. عربا میگن البحر المیت. بله. بین غربش میشه فلسطین، شرقش میشه اردن. درست. این دقیقاً وسط این دریاچه مرز فلسطین و اردن. درست. این دریاچه الله تعالی چون کجاست؟ نزدیک به جزیره العرب، بله. شمال سعودی فعلی. مفسرین نوشتن فی ادنی الارض، در نزدیکی های شما. روی این من بحث دارم، یک بریم جلوتر بحث تاریخش رو مطرح کنیم، برمیگردم روی کلمه ادنی الارض یادمون باشه که خیلی بحث مهم است. دقایق در پایانی برنامه است ان شاء الله که 3-4 دقیقه تمام. ان شاء الله. و هم من بعد غلبهم سیغلبون. عجیب. اونجا در ادنی الارض شکست خوردن و من بعد غلبهم، بعد از این غلبهشون فارس ها سیغلبون، بعد رومی هایی که شکست خوردن من بعد غلب سیغلبون، مغلوب شدنشان غالب میشن. بله. سیغلبون یعنی به زودی. بله. به زودی غالب خواهند شد. فی بضع سنین، من تا همینجا فعلا چون محل شاهد است. فی بضع سنین، بضع در عربی به بین 3 تا 10 میگن. 10 بله. بضع 3 تا 9. 3 تا 9. بله. یعنی کمتر از 10 بالاتر از 3. بله. به این وقتی میگن بضع سنین، بضعت اعداد، یعنی یک چیزی ما حول بین 3 تا 10 دقیق مشخص نیست. بله. الله تعالی فرمود رومی ها پیروز شدن، رومی ها شکست خوردن، فارس ها پیروز شدن. در ادنی الارض در کمتر از 10 سال دوباره فارس ها این دفعه جنگی صورت میگیره و این دفعه شکست میخورن از رومی ها. این آیه که نازل شده قبل از این اتفاق، این هر اتفاق نیفتاده. ابوبکر صدیق رفت گفت اینطوری میشه، گفتن اینطوری میشه. الان یک امپراتوری شکست خورد. یک امپراتوری وقتی که شکست میخوره تا بخواد طور خودش رو دوباره بلند بکنه، سر پا بکنه، خیلی طول میکشه. چند دهه نیاز است. چند دهه نیازه، نه صحبت 3 سال تا 10 سال. کسی فکر نمیکرد که امپراتوری روم بتونه که دوباره خودش رو احیا بکنه و دوباره در یک جنگ کمتر از 7 سال غالب بشه بر کسی که ازش شکست خورده. مشرکین گفتن خب شرط میبندی با ما؟ شرط ببند دیگه، مطمئن یقین داری؟ گفت بله یقینا اینطور میشد، پس شرط ببندیم با هم 7 سال. گفتن باشه شرط 7 سال. اگه بعد از 7 سال شکست نخوریم اینطور میشه. رفت 7 سال شد، اتفاق نیفتاد. گفتن ابوبکر شرط ما رو بیار، باختیم. تو مدینه بودن حکایت. رفتن رسول الله هجرت کرد مدینه، دیگران حکایت مدینه وارد شدن. رسیدن به مدینه اومدن گفتن که من پیش رسول الله، رسول الله ابوبکر فرمود که بضع سنین 7 سال دست شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. رسول الله فرمود بیارینشون. گفت بضع شما به چند میگین بضع؟ گفتن کمتر از 10. گفت هنوز که نشده، هنوز 2 سال دیگه مونده. بله. 2 سال اضافه کنید، تمدید کنید. شد سال فتح حدیبیه. سال فتح حدیبیه رومی ها و ایرانی ها، رومی ها و پارس ها با هم جنگ کردن و شکست خورد فارس از دست روم. این حکایت چند سال بعد اتفاق افتاد؟ 7 سال، 9 سال. 9 سال. رسول الله علیه السلام 9 سال قبل از کجا میدونست که رومی ها شکست میخورن؟ رومی ها شکست میدن فارس ها رو دوباره. از کجا میدونست؟ تاریخش رو مشخص کرد. بعد دقیق گفت و این اتفاق افتاد. از کجا میدونست؟ رسول الله از کجا میدونست که 9 سال بعد رومی ها دوباره میان و شکست میدن فارس ها رو؟ این یک. فی ادنی الارض. قرآن چی فرمود؟ فی ادنی الارض. ادنی الارض گفتیم یکی مفسرین نوشتن در نزدیکترین، بله. اما معنای اصلی دقیق تری هم داره. پایین ترین. ادنا یعنی پایین ترین. ادنی الارض پایین ترین نقطه زمین.
جایی که جنگ اتفاق افتاد دریای بحر میت روی کره زمین اگر حساب بکنیم پایین ترین نقطه کره زمین است. بحر میت 400 متر از سطح دریاها پایین تره. این چیز اکتشاف جغرافیایی است. شما کافیه بنویسید که پایین ترین نقطه، اصلا تو گوگل به انگلیسی بنویسید پایین ترین نقطه زمین کجاست. الان ما با این دستگاه‌های جدید اکتشاف کردیم، گفتیم آقا سطح دریاها رو به عنوان یک مبدا قرار میدیم. ارتفاع کوه‌ها که سنجیده میشه میگن 1000 متر بر اساس سطح دریاست. بله. اصلا سطح دریا مبدا هست، پایین‌ترش کمتر از سطح دریا، بالاتر از سطح دریا. پایین‌ترین نقطه روی زمین از لحاظ ارتفاع، گودترین نقطه روی زمین دریاچه میت است. 400 متر زیر سطح دریاست. یعنی این دریاست خودش. در اوج وقتی که پر میشه باز هم 100 متر ارتفاعش از دریایی که 20 کیلومتر برترشه، 30-40 کیلومتر برترش دریای سیاست، از اون بالاتره آبش. فی ادنی الارض. رسول الله از کجا میدونست که دریاچه میت کجا نقشه داشت، کجا گوگلی داشت، کجا ماهواره داشت به فضا متر بکنه از سطح دریا کدوم سرزمین پایین‌تره؟ و ادنا صیغه تفصیله. بله. ادنا صیغه تفصیل، یعنی پایین‌ترین نقطه روی زمین. پایین‌ترین نقطه روی زمین. قرآن فرمود که در پایین‌ترین نقطه روی زمین علاوه جغرافیایی سطحش دریاچه بحر میت و شورترین دریاچه دنیاست و انقدر شوره که 10 برابر اقیانوس‌ها آبش شوره. به همین خاطر بهش میگن دریاچه میت، چون هیچ ماهی بیشتر یک سال عمر نمی‌کنه اونجا و هیچ گیاهی رشد نمی‌کنه اونجا. و انقدر سنگین این آب که انسان وقتی خودش می‌نوزه داخل این دریاچه غرق نمیشه، اصلا همینجوری آب میمونه، نیاز نیست که قصه بخوره اینجا. و گفته شده در روایت که اینجا محل هلاکت قوم لوط بوده که الله تعالی خسف کرده زمین رو و کشیده پایین زمین رو اصلا و بحر میت نام داره. از یک طرف 2 تا حجاز اینجاست، 2 تا حجاز در این آیه است. از کجا رسول الله میدونست که بعد از 9 سال جنگ میشه و رومی‌ها پیروز میشن؟ یک. و از کجا میدونست رسول الله؟ عجیب‌تر از اون دومی، حالا اون یه پیش بینی است. رسول الله در مکه از کجا خبر داشت که دریاچه بحر میتی که اونجا جنگ شد هنوز نرفته، اصلا ندیده منطقه رو، اصلا با چشم ندیده اونجا رو. کجا خبر داشت که این 400 متر پایین‌تر از سطح دریا هست و پایین‌ترین نقطه روی زمین است؟ با کدوم توجیه میشه این رو پذیرفت که کلام رسول الله است؟ این کلام با کدوم توجیه جز این که بگیم تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، جز این که بگیم این معجزه است. اینها غیبی است که الله تعالی بر رسول صلی الله علیه و سلم ملک فرستاده و ایشان نبوت نبی الله تعالی است و شک در نیست که از طرف الله تعالی این خبرهای غیب رو برای ما گفتن. حکایت ادامه خواهد داشت. یقینا این که شما گفتن که 1/3 قرآن کریم را اخبار و تاریخ تشکیل میده، یقینا نمونه های دیگری هست بسیار زیاد. ما وقت نداریم، در برنامه بعد ان شاء الله چند نمونه ان شاء الله. تشکر، سلامت باشید، جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. بیننده های عزیز، امیدوار هستم که از بحث های تاریخی جادویی استاد سلیمانی عزیز مستفید شده باشید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني